عدد منفیمون هم که 1230. چند سالی که در واقع این ایجاد شده؟ این 5 ساله. 5 ساله. ببین دوستان، اگه این کد منهای 1200 که پایین افتاده، اگه این حفره جدید بود در حد مثلا 1 سال 5 6 ماه بود، 1200 تا در واقع منفی نمیشد برای ما، شاید در حد 200 تا منفی شد. ولی چون از این حفره‌ای که ایجاد شده 5 سال گذشته و بحث اون شدت سیگنال منفی در واقع توش منسجم شده و شکل گرفته، یکی خیلی سازه منظمی داریم تو این در واقع اسکن و یکی هم بحث این کد منفی است که خیلی زیاد برای ما منفی شده. اگه این بره رو منهای بیشتر، یعنی اون شدت منفی بیشتر بشه، در واقع بحث قدیمی تر بودن اون حفره را میتونیم با این روش متوجه بشیم.